بچه‌ها آماده این ما فقط سی وی رو داشته باشیم. اومدم حالی کردی سی وی رو کردم. حالا اینو داشته باش حالا برام میاد. کار داری یا چی؟ سی وی بهنام مالیات گذاشتم اون قبلی. بریم تو اینا نظر بدیم کدوم سی وی رو بهتره. اینا که عوض کردم برام بزنم بیام. کلا آرمین تغییر کرد و یه 3 هفته نبود آرمین کلا عوض می‌کردم. اتاق چی شده آرمین؟ چرا 3 هفته سی وی نداشت؟ کجاست اتاق؟ حالا نه با این سی وی برم یا با این سی وی برم حالا یالا دیگه تنظیمشون هم سخت اگه می‌ذاره این ور اون وره یادم رفت تنظیم کنم. حالا اتاق چی شد؟ آرمین چرا 3 هفته تنبلی از چرا باید سالانه باشم دیگه تنبلی شاید بودن من نشستم فقط بازی کردم. درس هم کسی نمی‌خوره. آره اتاق حالا چی شد؟ فقط کافی من توربین بزنم عقب‌تر بفهمم اتاق چی شد. این یه بخش کار فقط کافیه دوربین بره عقب تا متوجه بشی کار. این تاثیر اتاق چی شد؟ حالا تاثیر میره اتاق چی بود؟ حالا این شده. لذت ببری. بله این هم از طراحی بسیار زیبای من که من اینجا ایده های بنده بوده. بچه کل زدن کل اینا تقریبا بگم که مثلا 2 ساعت زمان بود. چسبی که رو صفحه میذارم اسم چسبش چیه؟ چسبش خوب بود واقعا من راضی ام. فعلا که اینا نیافتاده ولی اونا افتاده چون که چسب آخراش بوده کم زدم احتمالاً دلیلش همونه ولی اینا که واقعا صفر چسبیده الان بری با دستم سعی کنی که باید بکنیش اونم واقعا کندون نمیشه. فقط یه ذره چسبه وقتی میزنیش یه ذره پخش میشه این ور اون ور یعنی دست خودت نیست. هر چیزی زیر مثلا چسبه زیر اون قسمتی که میخوای دیوار کار انجام بدی روش بذاری که خیلی کثیف کاری نشه. کلا اینا 2 ساعت زمان برد همه سرویس شد مخصوصا اونجایی که بعد برش بدم مثلا اون گوشه حالا نمیتونه دور میفته یا نه بالا گوشه این بالا گوشه اصلا جوری دیگه خورده برش خورده اینجا سخت بود. این پایین پنجره هم باز برش بوده همش. فقط دیوار سمت خودم زدم یه دیواری زدم که دارم اینجا کار انجام میدم ولی خب اگه میگه آره این پرفورمنس چجوری بوده کارهای چجوری بوده یه ذره حس میشه. ببین بچه‌ها اینجوری نیست که برید شما مثلا این 2 تا از این پنل رو بخرید بزنید میگی اوه الان صدا رو گرفت. نه واقعا مثلا بعد کل دیوار رو مثلا من پنل بزنید تا حسش کنی واقعا. یعنی مثلا 2 تا 3 تا 4 تا به تنهایی واقعا جواب نمیده. اینجا 12 تا پنل خورده اینجا اوکی 12 تا پنل این وره یه 2 تا پنل فقط این دور اینجا استفاده شده یه پنل کلا یه 500 تا پنل دوباره داخل این استفاده شده دوباره اونجا ما 4 تا پنل داریم. بریم من کلا پنل زدم و واقعا وقتی پنل اولش زدم من چون میزم آورده بودم جلوتر که خب بالاخره پنل بزنم وقتی آورده بودم اومدم نشستم مثلا با دفاع بازی می‌کردم تو مثلا موقعیتی که بود دیگه چون نمیشه دیگه میزو برای اونور بازی کنیم. همین سه تا با همینجوری آبلی خیاری چیده بودم و نشسته بودم پای بازی. من اینجا بودم فکر کنم من اینجا نشستم و من داشتم مثلا هنس فری شده وقتی داشتم حرف می‌زدم داشتم احساس می‌کردم که این ورم داره هیچ صدایی نمیاد فقط از اون ورم که دارم صدا احساس می‌کنم. یعنی این ورم مثلا حتی مثلا دیدی میری داخل یه جایی که همه جا ساکته هیچ صدایی نیست یا مثلا فقط گوشت برفک میزنه فقط گوشت نمیدونم چه توصیفش کنم واقعا قابل توصیف نیست. خلاصه اون لحظه که من داشتم این کارو می‌کردم واقعا حس می‌شد. آره حس می‌شد ولی خب الان دیگه گوشم عادت کرده بهش. ولی باز اگه بریم مثلا یه نزدیک‌ترش باز خیلی اگه نزدیک بشی واقعا این گوشت هیچ چیزی نمی‌شنوه و واقعا خیلی سیستم جالبیه. ولی من واقعا یه ذره پرفورمنس رو احساس کردم تا در 20% شاید تا 30% اگه باز کل این دیوار رو من اگه مثلا از این دیوار تا اون دیوار رو کلا اگه می‌زدم شاید خیلی بهتر میشه احساس می‌شد چون پنل کلا بعد کل دیوار رو بزنید تا حس کنی واقعا اون چیزی که باید. خب حالا بهتون نشون میدم که اون که هم ویدیو رو که دیدین ببینید چقدر خفن بود آرژیو همین داستانا. ولی خب بهتون توضیح بدم که چیکار کردم. خب همونطور که مشاهده می‌کنید اینجا کلا پنجره بود
که حالا خالی بود داخلش. من اومدم اینجا از این پنلا کار کردم که تو ویدیو قبلی همه‌شون رو عکسشون رو گذاشتم که از کجا گرفتم و اصلا اسمشون چیه و اینا همه رو ویدیو قبلی عکسش گذاشتم. تمام پنلاها فقط غیر از این که اینو تازه خریدم. این پنل اینجا واقعا احساس شد. اینجا چون من اینجا حرف می‌زدم و صدا میرفت اونجا برمیگشت و قشنگ احساس می‌کردم پیش دیگه صدا رو، اینجا الان واقعا برطرف شد. اینجا من کامل دارم احساس می‌کنم خیلی هم خوشگله پنل. و نکته‌ای که هست الان در حاضر پنل کنده. این بالا اگه دقت کنین اصلا عجیب غریبه، اصلا اون پایین‌تره، اینا کلا فاصله هست به دلیل اینکه چسب آخرش بوده تقریبا یه هفته پیش بود که کند از بالا افتاد پایین رفته. من الان با چسب همه کار اسمشه با اون چسب موندم فعلا موقتا تا برم چسب سفارش بدم. تو اون ویدیو که براتون گذاشتم اگه ببینین سالم الان یه ذره اوضاعش خرابه که بعد چسب بزنم کار در بیاد. دورش خیلی نور هست، خب چیز حالت میفهمی که چی اونجا استفاده شده، ولی من سعی کردم حالت ابر درش بیارم دیگه. چرا خاموش کنم اگه من نور رو براتون بزنم عشق می‌کنید باشه قرمز کنم واسهتون قرمز کنم نورش کم می‌کنم که بشه ببینید کم آجی نورش البته ضد نور ایجاد میکنه، ولی مثلا اگه روشن باشه ببین مثلا از دور تو شب خیلی خفن میشه. ببین از دور خیلی خوشگله، اینجا هم خیلی قشنگه. مثلا اگه سیستم روشن باشه خیلی جلوه قشنگی داره، مثلا نمیفهمی که اونجا چی کار شده. یه تمام سعی خودم کردم منبع نور معلوم نشه. این از این میرسیم اینجا که اینجا خب بعد توضیح دادم پایینشو آجی کاغذ دیواری زدم اینجا کلشو، خیلی اوضاعش خراب بود. دیدی که چقدر بالا پایین سوراخ داشت. اینجا کلشو کاغذ دیواری کار کردم. باز حالا اینجا جای ببین ناقصه، یعنی بخوام توضیح بدم هنوز تکمیل نشده. یعنی من قاب عکس خریدم بگم که باز پنل دوباره گرفتم، هنوز می‌خواستم وایسم تکمیلش کنم یا ویدیوش کنم خفن بشه، ولی خب هم که زمان می‌برد، ولی که خب اونم یه ویدیو جدید میشه دیگه. این پایین مونده، بالا باز مونده، اینور مونده. یعنی حاجی من اینور سفارش دادم پنل واسم آوردن، اصلا پنل خراب بود، اصلا کجه. الان براتون نشون میدم. حالا میشم مجبورم گذاشتمش برای که دیگه چیزی نشه. الان که اونورش افتاده باز دوباره شب خوابیده بودم من تو کلم پنل. خب بعد اونم چسبش کرده شده چون دیگه اصلا نمیدونم چجوری اونو وایسادن، یعنی چی یه ذره آخرای چسبه بود دیگه زدم و دیگه وایساد کمال تعجب. حالا اگه اون ورم بخوام بهتون نشون بدم، اگه این ورم بخوام بهتون نشون بدم اینجوری اصلا اینو روشن کنم الان این میشه این ور کار که حالا نور از پایین زده. اینجا تو دوباره کاغذ دیواری کار کردم، بالاش الان باید پنل باشه، پنلش هم اینجاست. این پنلش افتاده. الان من میرم براتون چسب میذارم که قشنگ متوجه بشید. این من اول باید پنل بزنیم. من 4 تا سفارش دادم واسه اینجا، همونطور که می‌بینی. اول اینکه ناقصه این یه مورد، یعنی ساعت اینجوری که اصلا تنظیم نیست، یکی بلندتره یکی کوتاه‌تره. این از این دوباره که 4 تا سفارش دادم 3 تا واسه اومد. یعنی دیجیکالا فکر کنم گند زده چند روزیه، کلا گند زده تو تمام ولی اینجوری خوشگل میشه. حرفش کنی خوشگل میشه. من براتون میذارم بهتون نشون میدم. یا از کل اتاق دیگه ورودی میای اشغال می‌کنی، یعنی ورودی میای لذت می‌بری. اون لباسی عوض کردیم و به به اصلا مگه میشه هم چیزی اصلا. البته خب یه ذره پنل زایه است ولی خب دیگه چاره‌ای نیست دیگه، بالاخره افتاده. بذار الان دارم فکر کنم بتونم کاریش میکنه. لازم ازدواج بیا با این چسب زغالی کارو در آورد. حال کردی ببین آرمان چه کارایی که نمیکنه. معلومه حالا اصلا فکر کنم اصلا معلومم نبود. معلوم الان دیگه قشنگ شده. فقط اون گوشه‌اش مونده که آی زاویه دوربین تا ابد داریم. یعنی چون پایه خریدم هم میتونیم اینجا بذاریم، هم میتونیم اینجا بذاریم، هم میتونیم اینجا بذاریم. حتی هم میتونم هم ببرم دورتر مثلا اینجا چون فضا باشه، هم میتونم نزدیکتر اینجا. حالا من کلا کادر رو نمیبینم و کلا که کادر چی نمیبینم، ولی چیزی که هست دیگه الان اینجوری نزدیک. حالا بعد بین این زاویه‌ها شما ببین که کدومش بهتره. مثلا زاویه عقبه بهتر بود، الان اینکه جلوی بهتره. مثلا دارم بازی میکنم او بگیر به اونو بزن، یا مثلا بذاریمش جلوتر نمیدونم چه جوریه، اینو بدیم عقب‌تر اینجوری پلی بدیم، اینو بدیم جلوتر اینجوری پلی بدیم، نمیدونم اینو ببریم اینورتر اینجوری پلی بدیم، اینورتر جلو اینجوری پلی بدیم. این زاویه تا ابد هست، تا ابد من میتونم زاویه بدم به دوربین. حالا بستگی داره من خودم حالا نمیدونم اینو مثلا فکر کنم یه چیز متوسط میگم چون کادر رو اندام نمیبینم نمیتونم تصمیم بگیرم. حالا این کادر بندی‌ها رو من 1 2 3 4 میذارم دیگه، تو کامنت نظر بدین که آقا کدوم از کادر رو بهتره که ما اینو داشته باشیم دیگه. حالا تغییرا میدیم که ببینیم که کدومش خفن تره، ولی زاویه خیلی خفن شده. اینو واقعا قشنگه.
بعد یه دونه ویدیوهای گیم بذارم دیگه بس. یه سری ویدیوهای سرپا دیگه بس. یه سری ویدیوهای گیم بعد بذارم اشغال کن تا ویدیو بعدی. فعلا